این حرف رو الان اصلاح طلبای حکومتی میگن. تمام آخوندهای 2000 که شما در طی دورانهای مختلف به اروپا فرستادی، تمام اون برساختگان و فاحشگان مجریهای تلویزیونی بی پدر و مادر بی تباری که شماها برساختی، ملیژک شما بودن و الان تزریق کردی به رسانه‌های مختلف. تمام اون فاحشه ها میگن ما انقلاب میکنیم. قبلا هم میگفتن انقلاب نمیکنیم، حالا میگن انقلاب میکنیم. همون ها میگن حق دفاع مشروط. قبلا میگفتن مبارزات بدون خشونت. مردم نگفته من انقلاب میکنم. کدام مردم کجا گفته؟ کدام مردم کجا گفته؟ چرا از مفاهیم انتزاعی استفاده میکنید که هیچ تعیینی نداره؟ بگو اصغر گفته، علی گفته، فاطمه گفته، زهرا گفته. کی گفته؟ ما انقلاب میکنیم. کی میگه ما انقلاب میکنیم؟ شما انقدر کل گنده برساخته حاکمیت تو این تلویزیون ها میبینید. 4 تا سنگ زنه وسط خیابون اومده گفته من این کار رو میکنم، اون داره سنگ میزنه. احیانا این تب و تاب و جیغ و دادها رو اون باعث شده که اینا میکشن. چرا اون خودش نمیاد حرف بزنه؟ این میاد به جاشون حرف میزنه. چرا اون نمیاد بگه که خودش چی میخواد؟ برای چی داره سنگ میزنه تو خیابان؟ چرا الان شبکه‌های بزرگ شما در دست اینها نیست؟ موبایل شهروند. نه آقا، موبایل شهروند، ببخشید، موبایل خبرنگار، شهروند خبرنگار. چرا شهروند انقلابی ندارید؟ چرا الان این انقلابی هر کدومشون از خودشون فیلم نمیگیرن و بگن من فرامرز هستم و من میخواهم تمامیت این حاکمیت را به زیر بکشم و من تمامیت قدرت خودم را میخواهم. من مهناز هستم، من دارم انقلاب میکنم، خسته شدم از بی قدرتی، له شدم از بی وجودی و بی هویتی، میخواهم در جامعه حضور داشته باشم، جامعه سیاسی بسازم و تمامیت قدرت خود را در دست خود بگیرم. چرا ما شهروند انقلابی نداریم؟ آیا اکبر، چرا خفه کردید این مردم رو در خیابان؟ چرا بی تصویر و گمنام کردید این مردم رو در خیابان؟ کی میگه میخوایم انقلاب بکنیم؟ کی داره میگه میخوایم انقلاب بکنیم؟ مشتی دوزاری، مشتی فاحش زاده، مشتی بی تبار که من قسم میخورم هیچ کدام از اینها سه پشت خودشون رو نمیتونن بگن. یا ارمنیان، یا گرجیان، یا هندی پارسیان، یا یهودیان، مثل علی خامنه ای. کیان اینهایی که توی تلویزیون ها دارن روایت میزنن رو حرفای مردم در خیابان؟ مردم یه مفهوم انتزاعی بدون تعین سینه چاک میکنه برای یک مردم انتزاعی، همدردی میکنه برای یک مفهوم انتزاعی. دردهای یک مفهوم انتزاعی کجاست؟ تو چرا نمیتونی با چهره هیچ کدام از اینها ارتباط برقرار کنی؟ ژینا خوبه تا زمانی که میمیره، نیکا خوبه وقتی که مرده، حدیث خوبه وقتی که مرده. الان میلیون ها حدیث تصویر نداره، میلیون ها ژینا تصویر ندارن، حامد اسماعیلیون بیشرف تصویر داره. مرده خوبه، مرده داره به من مشروعیت میده روایت بدم. الان دختر سرندجی تصویر نداره. کی داره میگه من انقلاب میکنم؟ چرا مردمی که داره انقلاب میکنه تصویر نداره؟ چرا شما شدید تصویر این مردم؟ چرا شدید زبان این مردم؟ چرا این مردم رو در قیومیت میخواید قرار بدید؟ در طفیلی میخواید بذارید؟ مردم دیده نشده، مردم گمنام، مردم در حسرت دیده شدن. حرف نزنید جوانای ما. تو کی هستی شدی صاحب جوانای ما؟ کی هستند این جوانای ما؟ لذا من ندیدم هیچ کدوم از شماها بیاد بگی که آقایان و خانم ها
که در خیابان هستید و می جنگید. به خودتون تعین بدید. دوربین تو رو به خیابان بگیر، بگو من علی هستم، 20 سالم، اهل شهرک پردیس کرجم، تو خیابانم، خسته شدم از بی همه چیزی و همه چیزی، هیچ و پوچ بودگی. این سرزمین مال من تمامیت و قدرت خودم رو میخوام. به تک تک شما هم میگم، شما هم بخواید. هیچ کسی هم حق نداره زبان علی باشه. علی زبان داره، موبایل داره، اینترنت داره. علی تبدیل به کارمند تو نمیشه، پادو تو نمیشه. نمیذاره تو علی رو تعریف کنی. چرا تو میری مرده ها رو میگیری صاحب مرده ها میشی؟